آقا شما یه چای میل کنید من مامانم اینا الان میرسم. لباسش هم با من ست کرده. من دوست دخترت نمیشم اما با من ست کردی. مامان اینو منو بگم. خب من با دوست نمیشم. سیازم تو از چه پسری خوشت میاد؟ از پسره که هیچی برشون مهم نیست. راستی دیشب عموم تصادف کرد. به کی؟ خیلی مبارک زهر ما این چه شوخیه اون وسط میکنی؟ چی شد مگه؟ چرا میگی پدر داماد بیا وسط برقصه همتون با هم اومدین؟ جنبه داشته باش.